سلام و خسته نباشید. MTB هستم، مالک کانال تریدر آندرلاین MTB. امشب قراره که همونطور که قول دادیم تحلیل به صورت زنده یا لایو داشته باشیم که حالا بعد از این اسکرین ریکورد یه جورای داخل کانال محتواش ساخته و خب ارسال میشه. خب ببینید دوستان، قبل اینکه حالا بخوایم این نظر داشتم که خب یه دونه تحلیل و داخل ویدیو بهتر ارز که حالا بچه‌ها دوست داشتن براشون تحلیل کنیم و بذاریم، ولی خب فکر میکنم بیت کوین هم موقعشه که به صورت لایو یا ویدیو تحلیل شما بذاریم. حالا سعی میکنیم یا کلا دو تا ارز رو تحلیل کنیم که حالا بیت کوین باشه و یک ارزی که بقیه درخواست زیاد کرده باشن، یکی کلا یا وقت نشد متاسفانه فقط بیت کوین رو براتون داخل کانال میذاریم. این ویدیو رو گذاشتیم، یعنی در از 3 تا شاه ویدیو داشته باشیم. این ویدیو رو میخوایم بررسی دو تا سیگنالی که داده بودیم رو داشته باشیم، یکی سیگنال XLM، نماد XLM و سیگنالی از جمله کاردانو که ببینیم چه وضعیتی داشته. خب ببین عزیزان، XLM که خب ما بخوایم خودمون حالا کانالش رو بکشیم یا مشاهدهش کنیم در تایم فریم، بذارید من این خط کشیش رو انجام بدم. خب همونطور که مشاهده میکنید خب این کندلای نماد XLM هست. ما بخوایم خط کشی اگر بکنیم که خب یه کانال داشتیم این قسمت، اول هیکی آشینش کنم کندلا رو. خب یک روند نزولی داشته اینجا، از اینجا که بخوایم سقف رو بگیریم در این قسمت که خب منطقش میشه این حالت که شاید های فکرشو بیخیال میشین یا حالا اینجا باز میشه گفت که پول بک برگشت خورده. اگر بخوایم دقیقش اینجا بگیریم این قسمت کانال رو میکشیم، میگیم یه کانال نزولی بوده که ریزش کرده بوده و خب بعدش هم که کانال رو شکسته، در این حالت از این قسمت کانال شکسته و مجموع صعودی یه روند ریز صعودی رو داشته که خب خیلی صعودی نداشته، ولی خب از اون سمت هم بخوایم مشاهده کنیم از کف قیمتی بخوایم اینجا بکشیم یه اینجور حالتی میشه. یا حالا بخوایم تغییرش بدم، من باز یه نگاهی میندازم ببینم بهترین حالتی که میشه کشید یا منطقی ترین حالتش کجا میشه که خب بخوام نگاه کنم. اگر من این سمتم بکشم بگیم این حالتم باشه، این مدل میشه که خب واکنش هم داده دیگه، میشه گفت منطقیه که از این بابت باشه. خب پس این میشه کانالی که برای این نماد XLM ما میتونیم خط کشی کنیم که خب میشه گفت منطقیه دیگه. 2 تا خط داشته واکنش نشون داده، این بالا این پایین هم 2 تا خط بوده واکنش نشون داده، اینجا هم باز واکنش نشون داده، یه روند صعود ریزی رو داره. حالا میریم برای سقف و کفی که ما باید بکشیم که خب میشه گفت این بخش، من یک لحظه ببینمش. حالا من باید در از 4 تا بزرگتر کنم، این نمودارش رو بزرگتر کنم که خب باید گوشی رو بچرخونم که خب ویدیو خراب میشه، وگرنه کاملتر بهتون میگفتم. ولی خب خلاصش بخوام بگم یک کف قیمتی هم این بخش داریم. خب اینجا خیلی واکنش مشاهده میشه، ولی خب اصلیش فکر میکنم اینجا باشه که پول بک هم باشه. این میشه اصلیش. حالا شادوها رو خیلی در نظر نمیگیم، جایی که کندل بسته رو میبینیم که خب که اینجا این معتبر باشه که اینجا شکسته یه پول بک زده باز ریخته، باز اینجا شکسته پول بک باز رشد، پس میتونه این خط منطقی باشه. یک کف اینجا داریم. سقف رو بخوایم بکشیم، سقف هم این قسمت میشه که سقف یکم مشخص تره. این میشه سقف که اینجا حتی واکنش ها رو داریم میبینیم. ببینید چقدر قشنگ ما کف رو کشیدیم، سقف هم کشیدیم و خب کانال هم کشیدیم که چی شد. خب پس در نتیجه ببینید اینجا یه حمایت داشتیم که ارزش کانال شکسته، اینجا واکنش نشون داده باز رشد کرده، باز واکنش رشد کرده و باز اینجا هم واکنش، یعنی چندین بار ما میتونستیم حدوداً از این قسمت اگر خرید میکردیم نزدیک 20-30% میتونستیم رشد بگیریم در هر مرحله. بعد از اینکه کانالو خب نشکسته قانون اینجا که حالا اومده شکسته، اومده داخل کانال بعدی بازی کرده که خب شده اینجا سقف 50 سنت و کفش هم شده 48 سنت فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، که خب چند درصده؟ نزدیک 3% که میشه معاملای اسکالپر یا فیوچرز رو انجام داد. همین قسمت کانال ریزه که سقف و کف و راحت میشد اینجا خرید فروش انجام داد، معاملات ریز اینجا بلند مدت
باز کانال شکسته بوده، پول بک زده و باز برگشته داخل کانال خودش که خب ما اینجا یه کانال نزولی داشته، باز خطشو کشیدیم که خارج شده و وارد کانال صعودی شده. فعلا در این محدوده داره بازی میکنه که خب محدودش هم میشه از این قسمت تا این قسمت داره بازی میکنه. میبینید خط این بنفشه که خب باید از یه جهت خارج بشه دیگه، یا از کانال صعودیش با خارج بشه یا باید از این دوتا جهت خارج بشه. احتمالی که ما داریم میدیم و خب تحلیلی که ما کردیم گفتیم احتمال روند صعودیه، چندین بار به این سقف برخورد کرده. ببینید چندین بار این قسمت سقف رو برخورد کرده و خب نتونسته بشکنتش. مجموعاً کانال نزولی بوده و از اینجا باز یکم بازار صعودی شده. من این احتمال میدم که خب اگر هنوز روندش بزنم بلند مدت هم ببینم آیا روندش بلند مدت چی داره براش پیش میاد که خب یا کنه اینجا کندل خنثی زده. من احساس میکنم که بتونه رشد بکنه و احساس کنم که بتونه این کانالو بشکنه خب و از این قسمت رشد کنه. کندل خنثی در هیکیاشین یعنی چی؟ ببینید الان اینجا به طور مثال روند صعودی بوده، خب اینجا نگاه کن یک خیلی ریزش داشتی، باز اینجا کندل خنثی زده باز رشد کرده، یعنی تغییر روند. اینجا یه رشد داشتیم، باز اینجا کندل خنثی زده، یعنی شم ما بین این شادوه و این پایین و بالا وسط کندل بسته میشه. بعد از این صعودی باز نزول کرده، باز اینجا داره کندل خنثی میزنه. اگر این کندل تا فردا یا پس فردا که یک ساعت دیگه بسته میشه، کندل در این ناحیه کندل سبز بسته بشه و باز کندل بعدی هم فردا کندل سبز بسته بشه، احتمال میده که باز روند صعودی باشه و از این جهت این کانال رو بشکنه و بتونه سقف‌های جدیدی بزنه. امیدوارم که همین حالت باشه. به هر حال رشدی که داشته این قسمت اومده این ناحیه گپه رو پر کرده و باز میخواد رشد کنه. من احتمال میدم که باز روند همچنان صعودی باشه. در تایم فریم 30 دقیقه یه کانال گفتیم صعودی داریم که خب چندین بار اینجا واکنش نشون داده و این احتمال میدم که بتونه از این ناحیه کانال صعودی از همین بخشی که حالا میتونید خرید بزنید یا یه پله هم اینجا بتونه کانال بشکنه و رشد کنه. قانون منطق تحلیل میگه هر وقت به سقف رسید باید بفروشید، به کف رسید باید بخرید. حالا اینجا که منطقاً میگه باید فروش بزنید، ولی خب ریسکه، پس یا صبر کنید این ناحیه خرید، این ناحیه هم خرید، اینجا فروش، یا زمانی که اگر کانال رو شکون پول بک که زد برگشت به همین کانال. مثلا مثالشو میتونم ببینم در نمودار قبلیاش، مثلا حالا باز کانال نشکونده بوده، اینجا مثلا شاید شکونده باشه. ببینید اینجا کانال شکسته، اینجا دیگه نمیای خرید بزنی، شما صبر میکنی تو باز بهت فرصت بده، اینجا مثلا بهتون فرصت داده باز اینجا خرید میزنی تو بعدش رشدشو ببینه. این هم همین حالته، یا باید ریسک کنی از همین جا و این قسمت کف اصلیش خرید بزنه اگر روند همچنان صعودی باشه. این کانال بشکنه دیگه روند صعودی نیست، باز نزول داریم، ولی احتمال روند باز صعودی باشه. اگر از این قسمت شما خرید زدی و ریسکشو کردی دیگه اینجا کانال شکست رشد میکنه. اما یا میتونی صبر کنی بذاری کانال بشکنه بعد پول بک رو که زد بعد رشد کنه. ویدیو رو خیلی طولانی نمیکنم. کلیت مجموعه حرفا میخوام بهتون بگم که تحلیلی که ما کردیم داخل یک کانال نزولی بوده، شکسته رفته داخل یک کانال صعودی. در یک کانال کف این قسمت هست که شده 48 سنت، سقف هم شده فعلا در معاملات کوتاه مدت 50 سنت. باید این سقف رو بشکنه تا باز روند صعودیش شروع بشه. میانگین احتمال میدم که مجموع روند صعودی باشه، اما اگر از این کانال صعودیه و بعدش این کفه بشکنه روند نزولی میشه. کانال خودمون رو بیاریم، کانال تریدر آندرلاین MTB یا به اسم تریدر MTB دنبال کنید و کسایی که علاقه‌مند هستن به بازار ارز دیجیتال رو ممنون میشم براشون فوروارد کنید یا ارسال کنید که اونها هم ببینن و از این محتوا یه استفاده کرده باشن. آماده باشین. این ویدیو برای تحلیل به صورت لایو ارز XLM بود. ویدیوی بعدی میذاریم برای کاردانو که ببینید تکلیفش چی شد که ما سیگنال شد دادیم، و آخرین ویدیو هم که اگر امشب وقت شد بیت کوین براتون قرار میدم. موفق باشین. فعلا شبتون بخیر، خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.